سلام به شبکه من تو خوش کانال یوتیوب من خوش آمدید. خانواده شمخانی نبودیم که شمدانی. اون شمخانی بود که گرفتنشون، خدا رو شکر. نگرفتنشون؟ نه، کسی مگه جرأت داره که اونا رو بگه؟ من بگم لو رفتن دیگه. نه، خرابکاری زیاد کردن. کسی ما شمدانیم، شمخانی ما رو قاطی شمخانی یا قاطی نکنیم. ما خانواده شمدانی. شمدونی در واقع. شمدانی. فرقی نمیکنه، هرچی حال کردیم. خانواده شمدونی میخوان الان برای شما میخوایم فلش بک بزنیم به دوران کودکی آرمان. از همینجا از مامان و پدر شوهر عزیزم خیلی تشکر میکنم که این پسر رو بزرگ کردن، تحویل بنده دادن و سختیاشو اونا کشیدن دیگه. موقعی که تربیت شده بود و خوب شده بود دادنش به من، اگه نه من واقعا اعصاب نداشتم. باور کنین که اگه من بخوام از دوران کودکیم شروع بکنم به تعریف کردن، خیلی خودش یک رمان چند هزار صفحه‌ای خواهد شد. اما یه چیزی بذار من بگم، و واقعا من مادر شوهرم که خیلی هم دوستش دارم واقعا، یعنی خیلی همیشه به من محبت داشته و داره، واقعا زن صبوری، واقعا مادر خوبی داری، جدا میگم بهت دایی، واقعا زن صبوری بوده. یعنی مثلا تعریف میکنه 4 مدل غذا درست میکرده تو نمیخوردی، واقعا خیلی زن صبوری بوده. از همینجا من دستشو میبوسم. منم از مادر عزیزم بسیار تشکر میکنم. عذرخواهی بکنیم. عذرخواهی میکنم. اما به طور کلی من از دوران کودکی آسیب خیلی زیاد میدیدم، یعنی تقریبا یه روز عکس انگشته پاتو برای شما بذاریم، هر کدومش یه طرفه، هر کدومش یکی شرقه یکی غربه. تقریبا تمام اعضای بدنم تا حالا یه آسیب دیده. انگشتام که همشون شکسته تا حالا، یا تو فوتبال بزرگرگسیت هم آسیب دیده، شکسته. آره، افتادن از جایی یا بالاخره کارهای شهربازی که انجام میدادیم. اما یکی از اتفاقات خیلی عجیبی که افتاد واسه من این بود که من خودمو با تیر و با تفنگ زدم. چجوری این اتفاق افتاد؟ چجوری؟ یه تفنگ بادی بسیار شومی وجود داشت. یه تفنگ شوم چرا؟ به خاطر اینکه این تفنگ مال پسرخالم بود. اینا شمال زندگی میکردن توی شهری به نام رامیان که با این میرفت شکار. تفنگ آلمانی هم بود و خیلی قوی بود. فنرش هم خودش آمده بود دستکاری کرده بودش و بسیار قوی شده بود. یه مرتبه پدرش حموم عمومی داشت، رفته بود توی حموم عمومی که از باباش پول بگیره و میخواستش بره شکار با دوستاش. تفنگ رو اینجوری گذاشته بود زیر چونش و منتظر بود که بابای جواب مشتری رو بده و بعد این در واقع پولو که گرفتش برن شکار. اونجا یه مادر و یه بچه میاد، همینجور که این وایساده بوده بچه میاد تق تیر رو شلیک میکنه و تیر از اینجا میاد میره تو فک پسرخاله من. این یک ماهی بیمارستان بستری بوده شده و داغون شد و تفنگ رو دادن به من از اونجا به بعد. بذار بمیره. تفنگ رسید به من، میخواستم بشکننش، من گفتم نشکنین دیگه. حالا من مثلا 12-13 سال 14 سالم هم بیشتر نبود. ما توی نیشابور یه باغ خیلی بزرگ داشتیم که این باغ قسمتی که وارد می شدیم یه درخت توت بود که تقریبا 1 متر قطر این درخت توت بود، یعنی یه درخت خیلی خیلی عظیمی بود. بعد پدرم هم چون پیوند بلد بود انجام بده، این درخته هم توت خرمایی میداد، هم از این توتایی که علف دارن میداد، هم شاتوت میداد. 4-5 مدل همین یه دونه درخت توت میداد. کنار این درخت توت یه استخر داشتیم که این استخر تقریبا تا اندازه این میز لبه داشت. یه لبه داشت و یه استخر مستطیل شکل بود. ما بعضی وقتا اونجا شنا میکردیم، بعضی وقتا هم گوسفند اگه داشتیم همون تو میشستیم.
یعنی همونجا که شنا میکردیم گوسفند هم میشستیم. آره، اما نه تو آبی که گوسفند میشستیم که شنا نمیکردیم، آبش رو تخلیه میکردیم، میشستیم، مرتب میکردیم اون تمیزکار باغمون و بعد دوباره آب میکردیم و شنا هم میکردیم توش. چقدر مصرف بیرویه کار بدیه. سرورم مصرف بیرویه کار دستمون داده. نه دیگه بالاخره گوسفندا هم هر از چنگایی برای چی باید گوسفندو بشوریم؟ خب کثیف میشدن دیگه، پیگونی‌ها رو سعی می‌کرد. تفریحتون بوده؟ تفریحمون نبود. اینا پوستشون که پشمشون که زیاد میشد، به خاطر اینکه پشمشون میفروختن قبلش میشستن که بعد پشم تمیزی رو بتونن بفروشن. اگه اون پشم کثیف رو می‌خواستی بفروشی خب نمی‌خریدن. کاری ندارم. 2-3 سالی بود که پدر بزرگ من فوت کرده بود و قرار بود اون روز ما بریم سر خاکش توی بیبی شتیته نیشابور. هی بابام گیر داد گفتش که راه بیفتیم بریم دیرمون میشه و اینا. منم که اصلا اگه شکار نمی کردم واقعا اون روزم روز نمیشد دیگه. تفنگ دستم بود که یک گنجشک بزنم. یادمه که گنجشک روی این درخت توت نشسته بود. من نشونه گرفتم که گنجشک رو شکار بکنم و همینجور که دقت کرده بودم به گنجشکه یهو پرید یه شاخه دیگه. عقب رفتم که دوباره بتونم نشونه گیری بکنم، پام گیر کرد به لبه این استخر، برگشتم افتادم تو استخر و این تفنگه حالا کار خدا رو ببین چقدر عجیب بود که اصلا شاید 1 در میلیارد همچین احتمالی وجود داشت. رفته بود بالا صاف با لوله اومده بود خورده بود تو صورت من. الان اینجای من ردش هست. وقتی خورده بود من که دیگه هیچی یادم نیست. من زمانی یادم میاد که بعد از 2 روز توی بیمارستان به هوش اومدم. اما شلیک کرده بود وقتی فشار اومده بود به لوله تفنگ این ماشش در رفته بود و شلیک کرده بود. رفته بود تو 2 تا دندونم هم شکسته بود، تیرم غیب شده بود اصلا. دیگه کجا رفته؟ معلوم نیست، یا خورده بودمش یا افتاده بود بیرون یا هر چیزی، تیر دیگه پیدا نشد و من بعد از 2 روز به تو که تو بمیری انقدر که اذیت میکردی گفتم بمیره بهتره. بعد 2 روز حالا ما هر موقعی که کار شهربازی اینجوری یعنی یه آسیبی بهمون میرسید باز پشتبندش هم یه کتکی هم از بابامون میخوردیم. شانس من گرفته بود که انقدر بیهوش بودم و در حال مرگ بودم که دیگه کتکم نزدم. شایدم زده تو نفهمیدی. شایدم زده دیگه. من فقط یادمه که توی بیمارستان روز دوم به هوش اومدم و دیدم که اینجا هم سرم از پشت ضربه خورده بود هم صورتم بسته بود. پس این مشکلاتی که الان داری یه کمی ناقص عقلی به خاطر اون ضربه است. بلکه شاید نمیدونم، اما این یکی از آسیبای جدی بود. یعنی به هر کی میگفتم که من تا حالا خودزنی کردم و با تفنگ خودم رو زدم مثلا هیچکی باور نمی‌کردش، اما قضیه این شکلی بود و من در خودزنی نکردی دیگه. این خودزنی نیستش. خودزنی یعنی که مثلا یک کسی بخواد دیگرزنی که نبوده، خودزنی بوده ولی این یه اتفاق بوده افتاده. آره همه ولی اتفاقه. خب خودزنی به اونی میگن که خودتو بخوای از انگار به عمد بخوای به خودت آسیب بزنی. به عمد نمی‌خواستم آسیب. کدوم از آسیبایی که زدم واقعا به عمد اونقدر خل نبودی که. خل که نبودم، اما تحلیلام اشتباه از آب میگم دیگه اونقدر خل نبودی که بخوای به خودت آسیب بزنی. نمیخواستی به خودت آسیب بزنی ولی خب ولی آسیب زیاد میدیدم. آره آسیب زیاد میدی به خاطر حتی مثلا این قسمت دست منو ببینین یه رد بریدگی وجود داره. توی همون حدود سن 14-15 سالگی میرفتم کلاس رزمی آیکیدو، دفاع شخصی بود آیکیدو، و هر روز که مربیمون بهمون تمرین میداد میگفت اینا رو برین تو خونه هم تمرین بکنین، 1 نفر حریف تمرینی پیدا کنین و این کارهایی که اومدیم بهتون آموزش دادیم و برای جلسه بعد مثلا وارد باشین. بعد تمرین گرفتن چاقو از حریف رو بهمون یاد داده بودن، اما توی باشگاه با چاقو پلاستیکی بود. منم چاقو پلاستیکی نداشتم. اومدم خونه داداشم رو برداشتم رفتیم خونه همسایه که تو خونه خودمون مثلا قضیه لو نره، نمیذاشتن از این کارها انجام بدیم و اونجا یه دونه چاقوی اره‌ای بسیار تیز دادم دست اون. فن رو اومد گفتم تو چاقو رو بزن. وقتی که چاقو رو زد من دستشو گرفتم پیچوندم. نباید این چاقو رو میکشید اما کشید. یهو دیدم
خونی بود که اینجا فواره زد، رسید به استخون، اصلا کلا دستم پر خون و برید و جرأتم نداشتم به کسی بگم، حتی جایی هم نرفتم، فقط بستیمش و دیگه بخیه هم نزدم و همینجوری موند و بعد خوب شد دیگه. اینم یه چاقو هم زدم، یعنی خودم هم تیر زدم هم چاقو زدم. تا اینجاشو داشته باشین تا باز خاطرات بعدی رو تعریف کنیم واسهتون. آره امروز من فقط شنونده بودم، شاهکارها تو یکی یکی رو کن. رو میکنم. خیلی هاشو البته خبر داری، ولی اونای دیگه ای رو هم من خواهم گفت که دوستامونم ببینن این کارا رو نکنید. زنگوله رو بزنیم بچه، این زنگوله خیلی دوستش دارم من، اینطوری چیلین انجام بدین. از زنگوله هم الان براتون یه خاطره. حالا زنگوله رو حالا میخوای بگی خاطره؟ بعداً میخوای بگی؟ تو ویدیو بعدی از زنگوله هم تعریف. خداحافظ. قربونتون بشم. هیچ اجباری نیست ما رو سابسکرایب کنید، ولی خب اگر بکنید که ما خوشحال میشیم دیگه، بالاخره 2 آدم پا به سن گذاشته، به قول ترکا یاشلی نیستیم، میان سالی هستیم که هم پرکار نیستیم، هم دلمون خیلی جوونه و اینکه کودک درون خیلی اکتیوی وجود داره. این کودک درون رو من خودم خیلی سعی میکنم حفظش کنم، حتی با بچم خیلی از اوقات یه ماتروشکا میگم به اون چیزای روسیا. آره دیگه عروسکایی که تو هم دیگه میره روسه، ماتروشکاست فکر کنم اسمش. اون ماتروشکا کوچیکی هنوز کار میکنه. آره قربون ریختتون بشم، به قول نبات عزیز درود و 100 بدرود. میبوسمتون. زنگوله.